شما از کشورهای خارج میخواهید که به تاجیکستان کمک نکنند. آیا این دشمنی نیست؟ و این اتهام را هم به من زدن هم به پیمان ملی. دوستان عزیز، باید بدانید که پیمان ملی تاجیکستان و شخصا خود من، دیگر دوستان مبارز، هیچگاه ضد کمک خارجی ها به تاجیکستان و مردم تاجیک نبودند و نخواهند بود. بیاید ما و شما مسئله حکومت را، مسئله این حکومتداران فاسد را از مسئله دولت تاجیکستان و از ملت تاجیکستان جدا کنیم. ما نه تنها مخالف کمک نیستیم، بلکه دعوت کردیم و دعوت خواهیم کرد از تمام کشورها و سازمانها که به مردم تاجیکستان کمک کنند. من یادم هست وقتی که ژاپن سفر کردم، در ملاقات با معاون وزیر خارجه ژاپنیا ملاقات بود. اونها اون وقت ژاپنیا سفارت نداشت در تاجیکستان. از من سوال کردن که ما میخواهیم یک نمایندگی در دوشنبه باز کنیم. این سالهای حالا 10-15 سال پیش بود. گفتن شما حزب اپوزیسیونی هستید، مخالف هستید، نظری شما در این باره چی است؟ من خیلی تشویق کردم، گفتم که شما حتما باید که در تاجیکستان سفارت باز کنید، سفارت کامل حقوق، نه تابع از سفارت ژاپنیا در تاشکند، و تمام کمک های خود را روانه کنید به تاجیکستان. تاجیکستان نیاز دارد. اون تعجب کرد، گفت من بار اول یک اپوزیسیونی را میبینم که دعوت میکند از یک کشور خارجی که سفارت باز کند و به کشورش کمک کند. معمولا گفت همین سوال را ما از همه اپوزیسیون دیگر کشورها میکنیم، اونها میگن که به سفارت باز نکنید، کمک نکنید، چون که این کمک به حکومت میشود. ولی ما گفتیم و باز خواهیم گفت که به تاجیکستان کمک کنید. حتی در بروسل هم که اخیراً من بودم، در ملاقات با پارلمان اروپا، با متخصصان و کارمندان اتحادیه اروپا، همین موضوع پیش آمد. ما گفتیم که شما باید که کمک های خود را به تاجیکستان و ملت تاجیک بیشتر کنید. اما یک مسئله است، این کمک ها باید زیر نظر سازمان های بین المللی و کشورهای باشد که کمک را میرسانند. وقتی که شما میارید حکومت تاجیکستان را در رده 152مین کشور یا حکومت فساد زده جهان میمانید و تقریبا 20 کشور یا 20 حکومتی که از همه بیشتر پارگیر و پاره‌خور هست، بعد این همه کمک ها را در اختیار این حکومت داران میگذارید، مطمئن باشید که همون خیلی که آنها از کیسه مردمشون میدزدن، این پول ها را هم خواهند دزدید. شما میگیم وقتی که به حکومت تاجیکستان کمک میکنید که با این پول راه بسازد، مکتب بسازد، بیمارستان بسازد و دیگر آب بکشد، آب مردم را تازه کند، قبور بکشد، این پول را نظارت کنید که حکومتداران دزد و فسادکار ما ندزدند. اگر باور ندارید که نمیتوانید کنترل کرده، دیگر موقتا دست بردارید و منتظر شوید که کی حکومت تامین کند و کفالت بدهد که این پولها دزدیده نمیشوند. این از طلب ما و فکر میکنم که یک طلب منطقی است، طلب درست هم هست، به نفع مردم هست. چون مردم عزیز بدانند که وقتی که قرضها به تاجیکستان داده می شود، 60 تا 70% این قرضها را حکومتداران میدزدند. این قرض بالای من و شما ثبت می شود. هر یک شهروند تاجیکستان، هر طفلی که تولد شد، الکی او 500 تا 600 دلار قرضدار است. اون بنده خدا از کسی قرض نگرفته است، اما حکومت تاجیکستان قرض گرفت با نام ملت، این پول را نصفش را دزدید، نصف دیگرش را خرج کرد. پولها در صورت حساب‌های افشاری در خارج کشور قرار گرفتند، اما مردم، ملت امروز بیشتر از 3 میلیارد دلار از خارجی ها قرضدار است و طلب ما هست و ما حق داریم که دعوت کنیم که به حکومت فسادزاده وقتی که پول دادن اون را نظارت کنند. شما ببینید همین من صحبت‌هایی که با خارجی ها میکنیم و دیگران هم میکنن این است که شما وقتی که به یک حکومت سرکوب کننده، حکومت رپرسیوی، مثلا با وزارت داخله، با وزارت امنیت یا دیگر وزارت‌هایی که کلتکشون بالای سر ملت هست، تجهیزات میدهید، این تجهیزات اونها برای چی استفاده میکنن؟ مگر برای مقابله با یک دشمن خارجی بیرونه؟ نه، متاسفانه برای مبارزه با ملت خود. شما امروز در کجا دیدید که حکومت تاجیکستان که این همه پول و سلاح و
مهمات را از امریکا میگیرد. اخیراً دیروز یک هفته پیش 3 میلیون دلار یتیموف از امریکا پول گرفت برای تجهیزات نظارت از بالای مردم در داخل کشور. یعنی ما را متهم میکنند به خواجگان